در معاشرت با دیگران این 14 اشتباه رو انجام ندید. شماره 1. دست خالی به مهمانی رفتن. بعضی ها وقتی به مهمانی چه رسمی چه خودمانی دعوت میشن دست خالی میرن که این کار اصلاً قشنگ نیست. نوع هدیه به جایی که میرید بستگی داره. حتی اگر برای خود میزبان چیزی نمیگیرید، یه خوراکی خوشمزه برای بچه هاشون فکر خوبیه. شماره 2. پرسیدن سوالات شخصی و بی ربط. بسیاری از شما در معاشرت و مهمانی ها با افرادی مواجه شدید که میخواستن فضولی کنن و از جیک و پیک زندگی شما با خبر بشن. چرا ازدواج نکردی؟ چرا بچه دار نمیشی؟ چرا چاق شدی؟ چرا اینقدر موهات ریخته؟ ماهیانه چقدر حقوق یا درآمد داری؟ چنین سوالاتی برای همه ما آزاردهنده است. شماره 3. رفتار بی‌ادبانه و طلبکارانه. مراقب باشید وقتی روی مود نیستید خودتون رو کنترل کنید و با مردم بد رفتار نکنید. قرار نیست دیگران تاوان حال بد شما رو بدن. بعضی هامون حتی از یه لبخند ساده هم دریغ میکنیم. قدردان کسانی باشید که کمکتون کردن. مطمئنم آدمایی رو دیدید که نه تنها در روزهای بدشون، حتی تو روزهای خوبشون هم بی‌ادبانه، گستاخانه و طلبکارانه با دیگران رفتار میکنن. شماره 4. گوش ندادن به حرف طرف مقابل. بعضیا مهارت شنیداری خوبی ندارن. در معاشرتشون با دیگران سری جواب میدن، وسط حرف میپرن و اصلاً گوش نمیکنن طرف چی داره میگه. فقط دنبال اینن که سری دفاع کنن یا خودشونو ثابت کنن. شماره 5. صحبت کردن با دهان پر. بیشک بین اطرافیانتون با کسانی مواجه شدید که با دهان پر از غذا شروع به حرف زدن کردن. یک رفتار واقعاً مشمئز کننده. حتی اگر سر میز غذا کسی ازتون سوال کرد، تا وقتی لقمتون رو قورت ندادید جواب ندید. شماره 6. دیر رسیدن به قرارها. بعضیا همیشه برای قرار ملاقات، چه آرایشگاه یا دکتر، چه مهمانی یا دیدن یک دوست، با تأخیر میرسن. معمولاً هم ترافیک سنگین رو بهونه میکنن. یک عادت بسیار آزاردهنده که نگاه دیگران رو به شما منفی میکنه. شماره 7. بددهنی موقع عصبانیت. خیلیا وقتی خشمگین میشن دیگه حواسشون نیست چی از دهنشون در میاد. این عادت زشت میتونه رابطه هاتون رو خراب کنه و آدمها رو ازتون دور کنه. شماره 8. شعاف جلوی دیگران. بعضی زوجها با رفتارهای عجیب سعی میکنن نشون بدن خیلی عاشق همن. این کار بیشتر باعث حسادت یا حتی دلزدگی دیگران میشه. بهتر این چیزا تا حد ممکن بین خودتون بمونه. باور کنید که به نفعتونه. شماره 9. مشخص نبودن حضور در مهمانی. بارها دیدید که میزبان نمیدونه چند نفر میان. 10 نفر رو دعوت میکنه ولی 5 یا 15 نفر میرن. به دعوت جواب مبهم ندید. میزبان باید بتونه برای صندلی و غذا برنامه ریزی کنه. اگه نمیخواین برید راحت و محترمانه بگید. شماره 10. غیبت کردن. بعضیا عادت دارن پشت سر دوست یا همکارشون غیبت کنن که این باعث میشه دیگران به چشم یه آدم درو و آسیب زننده بهشون نگاه کنن. شماره 11. تیپ یا انعام ندادن به گارسون. بعضی‌ها یاد نگرفتن وقتی به رستوران یا هتل میرن به گارسون یا رسپشن انعام بدن. یادتون باشه این تیپ‌ها بخشی از درآمدشونه. مهم نیست سرویسشون در چه سطحه. سعی کنید حداقل 10% از صورت حساب رو انعام بدید. شماره 12. پیام دادن حین صحبت با دیگران. شاید دیده باشید وقتی با کسی حرف میزنید حواسش به شما نیست و مشغول گوشیشه که این باعث میشه حس مهم نبودن بهتون دست بده. پس وقتی کسی کنار شماست مؤدبانه نیست که با دوستانتون چت کنید. شماره 13. صحبت طولانی با شخص سوم. وقتی شخص سومی به گفتگوی شما و دوستتون اضافه میشه و شما فقط با او وارد گفتگوی طولانی میشی، ممکنه رفیقتون احساس بی احترامی و نادیده گرفته شدن کنه. شماره 14. کوتاهی در گفتن لطفاً و تشکر.
به خودتون و بچه هاتون یاد بدید برای درخواست از دیگران کلمه لطفاً رو به کار ببرید و همچنین از کاری که براتون انجام میشه تشکر کنید و یادتون باشه در دیت و قرار اول این 15 اشتباه رو انجام ندید که لینکش رو روی صفحه براتون گذاشتم، حتما تماشا کنید.